فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده در مورد این است که آیا هنگام نماز پیشانی باید حتما برهنه باشد؟ یعنی اگر پوشانده شود آیا نماز درست است یا نه؟ اشکالی ندارد، بهتر است که پیشانی برهنه بوده باشد و اعضا، اما هست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اثبات رسیده که با پیچی دستار که داشتن، بالای پیچی دستار و قسمتی از پیشانی سجده میکردن و این بیانگری است که یعنی رساندن پوستی پیشانی به زمین لازمی نسبت زمین لنگر پیشانی باید به زمین قرار بگیره و در اونجا جا به جای شود. قسمی که دیگر اعضا هست، مثلا در حدیثی که آمده سجده بالای 7 عضو لازمی هست. هر هفتی مثلا ما بگیریم رکبتین همیش لباس می باشه در اونها. بله. قدمین یا که انگشت های پای، انگشت های پای که هست اکثرا یعنی بس اوقات هست که جوراب می داشته باشن و گهگاه دست ها هم دستکش می داشته باشن و هیچ اشکالی در اینها وجود ندارد. منتها که باید این بالای زمین قرار بگیرن. و موضوع مهمی دیگری هم در اینجا هست که اکثرا ما بالای سجاد هم که نماز میخوانیم، بالای جای نماز که نماز میخوانیم هم فاصله است بین پوستی بدن ما، پوستی روی ما و زمین. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در انواع مختلف، بالای انواع مختلف جای نمازها نماز خواندن ثابت هست. پس هیچ اشکالی در این اصل قضیه وجود ندارد. مهم است که باید اعضای هفتگانه بالای زمین لنگرانداز شوند و بلند نباشند، از زمین، از تماس با زمین بلند نباشند. یعنی مهم اینه که کاملا اینا با زمین ارتباط بگیره و بچسبه زمین. اینجا نباید که فاصله وجود داشته باشه. ولی مثل لباسایی که به زانو یا جوراب میپوشیم خود به خود یعنی انسان استفاده میکنه جز این حالت قرار میگیره و مانعی نیست دیگه. نه ان شاء الله مشکلی در این وجود نداره. منتها یک چیزی که بسیاری ها در او کوتاهی میکنن، بلند گرفتن بینی از زمین هست که اشتباهی است که بینی هم جزئی از اعضای به شمار آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رساندن او را به زمین در سجده لازمی قرار دادن که باید به زمین بچسبه.